سلام، من رفیقای گلم هستم. امروز اومدم با آموزش یه شعبده خیلی خفن. توی ویدیو قبلی در واقع توی یه شورت ویدیویی که گذاشته بودم بهتون گفتم که اگر بازدیدای اون ویدیو رو به 1K برسونید آموزش اون شعبده رو براتون میذارم و شما یه روز نشده بازدیدش بیشتر از 1K حتی رسوندین و منم به قولم عمل میکنم و آموزش با 4 تا آس بهتون میدم. شما این 4 تا آس بازی رو دارین و موقع از دست کار جدا میکنید. ببینید اینجا خیلی مهمه، نکته کلیدی در واقع این راز این شعبده همینه که شما باید یه کارت متفرقه جز این 4 تا آس وردارین. دیدین که من الان یه کارت متفرقه برداشتم. شما باید یه جوری انگار کارت رو وردارین که بیننده نفهمه جز این 4 تا آس یه کارت دیگه هم باید داشته باشین. ببینید خیلی هستن که دستشون فرزه و راحت یه کارت دیگه جز این 4 تا آسشون رو برمیدارن. بعضیا هستن نه، تازه شعبده رو شروع کردن و خیلی دستشون فرز نیست. اونا چیکار میکنن؟ اونا میان به این شکل، مثلا فکر کنید بیننده اینجا نشسته و میخوایم اجرا کنیم، به این شکل 4 تا آس رو میذارن و از اینجا با شستشون یه هول میدن و کارت رو برمیدارن. این یه بار دیگه ببینید، 4 تا آس میان کاور میکنن و یه هول کوچیک کارت برداشته میشه. بعضی دیگه هستن که اینم حالا بلد نیستن. اونا چیکار میکنن؟ ببینید میان کارت رو به این شکل در میارید، خب با این شستتون با انگشت کوچیکتون در واقع میذارید اینجا، کارت رو ول میدین روش. این شکل هم اگه نگاه کنید هیچ چیز خاصی نیست، طبیعیه و طبیعی جلوه داده میشه و نمیفهمه بیننده. وقتی که دست کارت رو ول دادین روش، از این بغل این که یک فضای بازی است، از همونجا برش میدارید میذارید روی دست کارت و الان کارت اولیتون یه کارت متفرق است، میذارید اینجا. یعنی دقت کنید اینجا خیلی مهمه. شما اگر از سمت راست به چپ شروع میکنید به چیدن کارت، بعد از سمت چپ به راست شروع کنید به انجام دادن شعبده، یا برعکسش اگر از سمت چپ به راست کارت میچینید بعد از راست به چپ شعبده رو انجام بدید. من از راست به چپ شروع میکنم به چیدن کارت و بعد از سمت چپ به راست انگار شعبده رو انجام بدم. ببینید کارت اولی من، حالا چرا این میگم؟ چون کارت اولی حتما باید از سمت راست به چپ، کارت اولی حتما باید یه کارت متفرقه باشه و کارت های دیگه 3 تا کارت دیگه چیان؟ باید آس باشن. 3 تا کارت دیگه آسن. حالا آس دیگه این کارت متفرقه. حالا آس دیگه کجاست؟ این روی دست کارته. یعنی میگیم که خب دست کارت میندازم روی کارت اولی، برمیدارم یه بشکم میزنم میاد رو دومی آس رو برمیدارم میزنم روی دست کارت، یه بشکم میزنم میاد زیر دست کارت سومی رو به صورت برعکس. یعنی برعکس که میخواید بذارین این شکلی نذارین، چون این الان آس پیکه، این یکی آس خشه دیگه، طرف میفهمه میگه خب چه جوری این کارو کردی، من میشه نمیشه. شما این آس پیکو میذارید به اینجا، هولش میدین داخل، یه بشکم میزنم میاد رو و حالا کارت آخری که کارت متفرقه است رو رو بذارید دیگه، نترسین از چی، آس نیست که بخواد گم بشه. یه بشکم میزنم و داخل دست کارت برعکس میشه. اینجا ویدیو دقت کنید، این کارت متفرقه ماست درسته و اینم کارت اصلی ماست که گفتیم میذاریم اینجا. دقت کنید شما اگر اومدید آستون رو گذاشتین توی مثلا این محدوده آخر دست کارت و این یکی رو دیگه نباید بذارین اولاش، یعنی یکی نباید بذارین اول، چون خیلی این راحته دیگه، طرف میفهمه که شما چیکار کردین. بهترین حرکت چیه؟ مکانی که دارین کارتو میزنین یادتون باشه، یعنی این شکلی کنید کارتو بذارین هولش برین داخل، بگین خب اینم دقیقاً به همون شکل کنین. اگه آسو که پیدا کردین که چه بهتر، اینو میذارین دقیقاً بغلش و راحت هم پیداش میکنید. مثل من که الان پیداش کردم، شما راحت میتونید کارتتون پیدا کنید. اگر هم این اتفاق نیفتاد که حالا یکی دو تا کارت فاصله داشته باشه اصلا مهم نیست. این هم بود از یک آموزش دیگه. تا یک ویدیو دیگه یا آموزش دیگه، خدا نگهدار.